امریکا کشته شدن 7 سربازش در جنگ با ایران را تایید کرد و جمهوری اسلامی میگوید بیش از 680 امریکایی را کشتیم. همزمان اما با اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای، ترامپ گفته راضی نیستم و خواهیم دید که چه اتفاقی میافتد. با این وجود سپاه پاسداران به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر، امارات حمله کرد و قیمت نفت از $120 بلندتر رفت. عراقچی میگوید هرگز تسلیم نمیشویم و وزیر جنگ ایالات متحده گفته تا زمانی که پیروز شویم میجنگیم. با این همه سپاه پاسداران هشدار داد که در صورت ادامه حمله اسرائیل و امریکا به مخزن‌های سوخت ایران، تهران زیرساخت‌های انرژی در منطقه را هدف قرار خواهد داد. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم‌ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین‌الملل که از لندن به ما پیوستند. آقای فاطمی، بسیار ممنون که فرصت دادین. در تازه ترین مورد پس از انتخاب و اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و قرارگاه مرکزی آمد و صحبت کرد و گفت که در صورت ادامه حمله اسرائیل آمریکا به مخزن‌های سوخت، جمهوری اسلامی ایران پالایشگاه‌های نفت در منطقه را هدف قرار خواهد داد. این مورد چقدر میتونه که سرنوشت جنگ تغییر بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. علیکم سلام. کاملا این جنگ به مرحله خطرناک برد، چون که اسرائیل به قوانین بین الدول احترام نداره. اسرائیل هر او کاری را میکنه که تخلف از قوانین بین الدول باشه و هیچ باکی هم نداره. با اونا خوب معلوم است که حمله کردن بالای مراکز یا ذخیره های نفتی یا تصفیه نفت، این تخلف از قوانین بین الدول است. جنگ اجازه است که شما اهداف نظامی را و تارگت های نظامی را که برای شما خطر است او را بزنین، فرضاً قرارگاه را بزنین، سیستم دفاعی او رادار را میزنین، این تانک‌ها را میزنین، تمام چیزی که نظامی باشه در جنگ جواز است هر طرف. مگرم اگر شما شبخانه را میزنین، مکتب را میزنین، خانه های ملکی را میزنین، جای آب نوشیدنی را میزنین، یا فرضاً پترول که از چون ضرورت یومیه مردم است و در برای جنگ کدام ربط نداره، از این بابت او را میزنین، شما تخلف میکنین و این کار اینا قصدن میکنن. ما شما میبینیم که روز گذشته یک مرکز آب شیرین در جزایر ایران به نام جزیره قیشم در اونجا زده شده بود، یعنی مرکز دیسالینیشن زده شده بود و او را اسرائیل به طوری در اخبارهای خود پخش کرد و جشن جور کردند که این امارات متحده به بالای ایران حمله کرد و جنگ عرب و ایران در گرفت. خوب بود که امارات متحده عربی دفعتاً شیخ کلانشان آمد و این گپ رد کرد و گفت که ما اصلا بالای ایران حمله نکردیم و با تمام اخبارهای اسرائیل که را نشر کرده بود به اونا گفت که طوری که اعلان نشر کردین پس دوباره را رد میکنین و نوشته میکنین که معذرت میخواین و میگن که امارات متحده بالای ایران حمله نکرده. بنان معلوم میشه که بالای از این جای خود اسرائیل حمله کرده بود، این آب بالای مردم خراب کرده، چرا که در حدود 30 قریه آبش بند شده به نسبت زدن ازی در این جزیره. این کار اینا خودشان میکنن. کار دوم که اینا کردن همی چیز ریفاینری را زدن، یعنی جای تصفیه پترول زدن و در اینجا یک جنایت دیگر انجام دادن. جنایت انجام دادن که اینا میفهمیدن که این مرکز که میزنن جای پترول است، این در میگیره و این یک نوع مواد کیمیایی را از خود رها میکنه. مدود سیاه که میباشه یک تعامل کیمیایی است که و اینا به او یک چیز ساختن که وقتی که بالای از او مرمی استفاده شوه او یک نوع مواد کیمیایی دیگر اعلام چیز ترشح میکنه یا رها میکنه که او با این مواد کیمیایی که از پترول میباشه که وقتی که یک جای میشه از این تیزاب جور میشه و از او باز بارش صورت میگیره و او بارش که از به نام بارش تیزاب یاد میشه، یعنی اسید رین. بله، اسید رین یاد میشه. و اسید رین یعنی باران تیزاب و او چی میکنه؟ کسی که بالای از او قطره از او باران بیه او تو میشه مثل که در گرفته باشه یا آتش یا فرزانه آب جوش وجودش خارش میگیره و این جنایت اینا کردن چون این مواد کیمیایی است که استعمال میشه، یعنی جنگ کیمیایی رو بر علیه مردم ایران اینا شروع کردن و این خودش تخلف از قوانین بین الدول است. استعمال مواد کیمیایی و شیمیایی اصلا اجازه نیست. اینا این کار کردن. وقتی که باران شد از غبار سیاه
بالای مردم به این تکلیف حال روبروی کردن و تاثیر از این طور است که اگر ایره بالای جلدتان میفته جلدتان هم اشارانه و اگر ایره تنفس میکنین به ششتان میره این در خون داخل میشه سکته دماغی را در بیر میاره و انسان میکشه بنان دارن این جنایت میکنن. در این حال اسرائیل حال فشار داده برای امریکا که تو باید قوایت پایین کنی در ایران. در سال 1991 یک بالای از این چیز حملات در جنگ خلیج کرده بودن اما جزیره را نگرفته بودن. حال اسرائیل پافشاری داره که در می جزیره خارک که است اینا باید چیز تا کنن قوا را در حدود 20,000 قوا میگه باید تا کنی که تا به ایران نزدیک شوی اما این را غافل هستن که اگر 20,000 قوا را در جزیره تا کنن امی میزایلایی که بالا اسرائیل میره خب بالا از جزیره میه یک اسکر امریکایی به اینجا زنده نمیمانه. اینال این فشار هم آوردن و دومی است که وقتی که فشار ایران بالای از اینا زیاد شده دور 25 هم بالایش انجام داد، دور 25 صادق 4 انجام دادن و دو میزایلای جدید رفت و مراکز بیشتر از اینا را زد صدمات زیادتر بین. اینا دارن فکر میکنن که دونالد ترامپ چندین بار گفت که ما تسلیمی کامل میخوایم. معنی تسلیمی کامل چی است؟ این وقتی که در جنگ دوم جهانی اینا به ژاپن گفتن که ما تسلیمی کامل میخوایم، ژاپن تسلیم نشد، اینا حمله اتمی کردن و ژاپن مجبور به تسلیمی کردن. در مو جنگ دوم جهانی وقتی که هتلر خود کشت و بعد از او در اونجا همون نظام مانده بود او را که امریکا گفت که باید کاملا تسلیم شوین، تسلیم نمیشدن، اخطار بم اتم داد و اونا فهمیدن که در ژاپن استعمال کرده سر ما استعمال نکنن. از این بابت چیز است گپ قبول کردن و مستقیما کاملا تسلیم شدن. این گپ حال در مورد ایران اینا میگن که ایران یا کاملا تسلیم میشه یا مجازاتی میتیم که اینا تصور نکرده باشن، یعنی بم اتم استعمال میکنیم بالای ایران. آقای فاطمی بس اینجاست که ما وقتی که اون روایت های استفاده از سلاح اتمی را خواندم، ایرانی ها هم مجبور میشن در صورت داشتن، حالا احتمال اگر به این بگیریم که داشته باشن سلاح اتم و بمب اتم، در حالی که برای آقای به نماینده ترامپ در مذاکرات آقای راقچی گفته بود به ویتکاف که ما توان ساختن تا 13 بمب اتم را داریم. فکر میکنین اگر به این مرحله برسیم آیا این احتمال وجود داره که ایران اعلام بکنه موجودیت سلاح هسته‌ای خودش یا داره نداره؟ چگونه میشه این مورد؟ این امکانات 100% وجود داره که اگر ایران به اون مرحله برسه و اونا بیان بالای تهران بمب پرتن، باز به حساب ما شما یک چیز داریم از لحاظ فقه که اگر یک نفر در حالت نزع باشه و دیگه هیچ چیز برای خوراک برایش نباشه میتونه که یک لقمه از او چیزی که به حکم قرآن حرام است در او داشته باشه تا حیات پیدا کنه. یعنی در حالت مخمسه او یک لقمه اجازه است تا که تو نموری. امیر رقم وقتی که انسان به حالت مخمسه برسه و دیگه چاره ای نداشته باشه خب ناچار است که به اتم خود بسازه تا به دشمن بگه که توی جنایت کردی، من جواب تو به همین چیز میتونم که تو بفهمی. و به امیر رقم و این چیز 100% امکان داره که ایران به اون مرحله رسیده. ممکن در اون صورت باز چین و روسیه هم کاملا همکاری کنن و اینا را چیز کنن که امی اسلحه را به دست داشته باشن و یا ممکن است هم ممکن است که اونا هر چیز تیار داشته باشن، صرف بسته‌بندی نکرده باشن. در اون صورت بسته‌بندی کنن و از به حساب از رهبر روحانی فعلی یک فتوا بگیرن و فتوای قبلی منسوخ شد و فتوای جدید داده شد و میزایل، چرا که خود امریکایی‌ها میگن که 60% اینا جور کردن به 90% رساندنش گپ هفته ها و ماه ها نیست بلکه گپ یک روز است. میتونن نور به 90% برسانن و بالاتر 90% و اینا بم لازمی را جور کنن. بنان ای دور از چیز نیست که اینا ای کار کردن نتونن و یا نکنن. اگر اونا ممکن است که وقتی اینا بفهمن که اونا حمله میکنن شاید اینا اعلان کنن که این کار نکنن، ما بم اتم داریم. و چرا که اینا یک گپ دیگه هم زده بودن در ایرانی‌ها که ما بم را داریم که بم اتم میتونه فراموش خواهد کردن، ممکن بم هیدروژنی داشته باشن. بله بسیار تشکر. و با توجه به وضعیت جاری، حالا تعیین رهبر جدید، اعلام تعیین رهبر جدید و همچنان هشدارهای دو طرف، توان نظامی دو طرف، استفاده از قوایی که صورت گرفته، آخر جنگ را به کجا میبینین آقای فاطمی کوتاه لطفاً؟
بر نظر من ایران به مذاکرات بر نمیگرده. ایران جنگ ختم نمیکنه. فعلا دست ایران بالا است و دشمن در حالت چیز باخت است. از همین خاطر وقتی که شما میبینید که از مواد کیمیایی که استفاده میکنه به طرف استفاده اتم میره، معنیش است که اونا امو آپشنای خود از دست دادن، اونا توانایی خود از دست دادن، اما آخرین ضربه را میخوان استفاده کنن. ایران داره توانایی کافی داره، میزایل بیشتر داره. اگر که اونا میگن که ما دفاع هوایی ایران 80% از بین بردیم، اونا میگن که ما میزایلش کاملا از بین بردیم، اگر میزایل را از بین بردی خیر بالای تو که باران جور میکنه از کجا میایه؟ معنیش است که ختم نکردن، اونا اصلا پروپاگاند میکنن. در اون صورت من میبینم که جنگ ادامه پیدا میکنه و ایران هر چقدر که دست بالا پیدا میکنه اونم قدر خطر استعمال اتم و دیگه وسایل در مقابلش زیاد میشه. شاید اسرائیل بعضی دیگه مواد کیمیاوی را در ایران استعمال کنه تا بیشتر صدمه به مردم برسانه و در دنیا قدرت نیست که جلوی از جنایت بگیره، چرا که اگر ملل متحد فعال می بود یک چیز برای میانجیگری فعلا صحبت ها روان است. شما دیدید که محمد بن سلمان هم زنگ زده بود، رئیس جمهور فرانسه هم زنگ زد و با پزشکان گپ زده که در مورد تنگه هرمز و همچنان پوتین هم دیروز با پزشکان که صحبت کرده گفته که اگر تمایل به ازی داشته باشین که به عوض جنگ به طرف تفاهم و صحبت بریم، یعنی به می اشاره میتگه تو بر ما اشاره بیتیم، ما با امریکا صحبت میکنم دیگه. از این سه کشور عربستان سعودی، فرانسه و اینا این پیشنهاد آمده. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، ممنون حضورتان در برنامه خبر تحلیلی امشب ما از لندن. و بیننده های عزیز، همکارم ندیم بهرام در همین مورد گزارش آماده کرده که با هم میبینیم. مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش به سمت رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. همزمان با انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با NBC نیوز گفته است که حمله‌های تهران به پایگاه‌های امریکا در کشورهای منطقه ادامه خواهد داشت. وی هشدار داده که در صورت اعزام نیروی زمینی از سوی واشنگتن، تهران با آمادگی کامل با ارتش امریکا خواهد جنگید. ما پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های آمریکا را هدف قرار می‌دهیم که متاسفانه در خاک همسایگان ما قرار دارند. اگر آمریکا نیروهای زمینی به ایران اعزام کند، نیروهای نظامی ما با آنها خواهند جنگید. همزمان سپاه پاسداران از آغاز موج سیوم عملیات وعده صادق چهار به اسرائیل و کشورهای دیگر در خاورمیانه خبر داد. در همین حال منابع گزارش دادند که پایگاه پشتیبانی لوجستیک امریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد مورد حمله‌های موشکی ارتش ایران قرار گرفته است. همچنان حزب الله لبنان مناطق اشغالی اسرائیل را موشکباران کرده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایرانی هشدار داده که حمله سرسخت به ایران و اسرائیل در حال انجام است تا دیگر فکر حمله به ایران را نداشته باشد. نتانیاهو باید این رو بدونه، ترامپ باید این رو بدونه که ملت ایران ملت بزرگی، ایران کشور بزرگی، ایران صاحب تمدن چند هزار ساله است. فکر نکنه که میتونه مثل اون کشورهای دیگه‌ای که با یک تهدید، با یک حمله، با یک تو این کارهایی که با بقیه کرده با ایران میتونه. ما با حرکت، یعنی ما در اون چرخشی و در اون لوپی که او برای بقیه درست کرده، صلح جنگ که به اهدافش برسه، این بازی با ایران امکان ناپذیره. ما در این جنگ درسی رو به رژیم صهیونیستی به فضل الهی، به کمک نصرت الهی و به همت و غیرت این ملت و فرهنگ اصیل ایرانیمون و اسلامیمون نشون خواهیم داد که دیگه ایران کشور نیست. یعنی ما تضمین کنیم که در واقع خودمون اونها به فکر تجاوز مجدد به ما نیفتن.
از سوی دیگر نوارهای دیداری منتشر شده در صفحه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که اسرائیل شهرهای گوناگون ایران را هدف قرار داده است. وزیر جنگ ایالات متحده اما میگوید که واشنگتن در درگیری با ایران برای پیروزی می‌جنگد. وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی جز تسلیم شدن راه ندارند. ما برای پیروزی می جنگیم، یعنی ما شرایط را تعیین می کنیم. به نقطه خواهیم رسید که آنها چاره جز تسلیم شدن نداشته باشند، چه خودشان بدانند چی ندانند. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران در واکنش به درخواست ترامپ مبنی بر تسلیم شدن به قید و شرط جمهوری اسلامی گفته بود که ایالات متحده و رئیس جمهور آن کشور این خیال را به گور خواهند برد. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.